Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز و گرامی، خواستم که امروز برای شما عزیزان بلینچیک را آماده کردنش نشان بدهم. نوارهای ما را به یاران و دوستاتان روان کنین تا که آنها هم بیننده باشند. لایک ماندن و پادپیسات کردن هم فراموش نکنین. خوب، ولی شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم گفته محصولاتی که در اینجا داریم 570 گرم آرد هست، 1 لیتر شیر داریم، 5 گرم هم سودا داریم، 1 گرم هم نمک هست، 80 گرم شکر هست و 40 میلی لیتر دیگه هم روغن هست، 4 دانه تخم و کمتر ونیلین. حالا شروع میکنیم تخم را شکستنش. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، حالا تخم را شکستیم. اینها را یک ارالش میکنیم، میده میکنیم. خوب، تخم را که کوفتیم، بعد از اون 1 لیتر شیر را هم همراه میکنیم. خوب، حالا دیدید بینندگان عزیز که شیر را ریختیم 1 لیتر رو. خوب، باز اینا را یک آمیخته کنیم. خوب، حالا شکر رو همراه میکنیم. بعد از شکر نمک داشتیم در اینجا، نمک را همچنان، روغن را همچنان همراه کردیم. اینه باز یک میکوبیم. شکرش که آب شده است، در اینجا سودا داشتیم، سودا را همراه میکنیم. بعد از همراه کردن سودا کمتر ونیلین همراه میکنیم، یک چند قطره، به خاطر یک بوی خوب بده. 570 گرم آرد که داشتیم، آردمون را الگ میکنیم که میبیزیم. اینا به می ترتیب قطعی را الگ کرده. خوبی را کم تاش الگ کردیم، باز را میکوبیم، چون که این خمیر بلینچیک است، قدر غفصی بدم نیست. خوب، ما 570 گرم آرد را همش الگ کردیم در داخل ظرفمون. بس چست، چون که از این قدر غفصی بچم خوبش نمیشه. همین خیلیش خوب است. انشاءالله بکوبیم میره خلاص کنیم، باز شما میبینیم. بینندگان عزیز، ببینید که آماده شده هست. باید خوشب میرم نشان بدیم و سی تونکیشه نمایان هست نیست، قدر غفص هم نیست، قدر تونک هم نیست. خوب، ولی را ما میبریم پخته کردنش نشان میدهیم. بینندگان عزیز، خمیر بلینچیک را آوردیم، حاضر گازمون را روشن میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، اسکواراتکا را میمونیم در بلوش کمتر گرم شود. اسکواراتکا گرم شده است. ما در اینجا کمتر روغن داریم. مراتبه اولش کمتر روغن میشکیم در این اسکواراتکامون. اگر شما هر بارم شکیدین خوب است، که نشکیدین حداقل هم یکم بارشم شکین روغن، که میشه یکم بارش کم اکک خوب میاد، لیکن انشاءالله که دیگراش خوب میشه. شکل روغنه خوب. این اسکواراتکام گرم شده است، ولی خمیر رو میگیریم، در اسکواراتکا میریزیم. اینطور توب میتمیره، چون که خیلی مراتبه اول است، میشه که بعض آن قدر خوب نمیآید، باز مراتبه برگشت خوبتر میشه. حالا منتظر میشیم که
نمیفهم نمایان هست نیستک داره چراغک کشوه اینه ببینید خوب اینه به طرف شما گردانیم اینا میگیریم بلنچیک مانا اینا ببینید خیلی ماشاءالله واضح شده است به هر حال مرغ اولش هم که بود لیکن ماشاءالله خوب آمده است باز به همین ترتیب باز کم اگر روغن میشکنیم اگر روغن شکیدین خوب که نشکیدین هم میشود شکن باز خوبتر میاد باز اینا روغن شکیدیم باز میگیریم از زمین همیمون تیز اینا توب میکنیم طرف طرف ببینیم خب به همین ترتیب دیگه خمیرمون همش میپزیم باز برای شما عزیزان میگم که خوب چند دانه شد نشان میدیم شما از اولی نوار تماشا کردید طرز پخته کردن بلنچیک رو نشان دادیم ببینید ماشاءالله بسیار خوش آمده است خیلی زنبورک میگن چی میگن خیلی زنبورک شده یعنی نمیفهم نمایان هست نیست خب به هر حال اینمی است بعد شد تنکه قدر قبسی بچم نکردیم ما ازم تنک تروش پختیم خب یک کیلو میگیریم در اینجا میمونیم ما شکلات میشکیم خوب میشه شکلات هم یا که سمیتن هم اصل هم هر چی که باز درختان باشد خب این بسم الله یک شکلات بشکیم از چیکار میکنیم میرم میپیشونیم این طرف ها میگردونیم میشه یک طرف دیگه شمی طرف میگردونیم و میپیشونیم این بلنچیک آماده است بینندگان عزیز یکیش میبرم داخلش نشان میدهم دیگه معلوم از داخل شکلات اینا بینندگان عزیز مرحمت کنید آماده بکنید برای خودتون خوب خمیر ما که بود 25 دانه از همین بلنچیکا شده است ببینید چقدر بازی است برای خودتون آماده بسازین یاران دوستاتون دعوت کنید که نوارهای ما را تماشا کنند الله یار و مددگارتون باشد تا نوارهای بعدی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.